شکوری ضربه سر رو میذاره به شکل نچندان جالب. خلیلی حالا بادامکی حرکتی رو آغاز کرده. خدا حسین بادامکی، علی اصغر، یک توی خوب به دنبال توپ علی اصغر، اشتباه امیرآبادی موقع بازیکن پرسپولیس دهانه دروازه و گل میشه توسط هادی نوروزی. 1-1 مساوی رو اشتباه مسلم مهدی امیرآبادی. علی دایی 7-8 بار قبل از این حرکتش پریده بود بالا پایین. دوباره 1-1 میشه بازی. هادی نوروزی در 36مین دقیقه حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. با هم نگاه میکنید، یک تا انجام شد. اینجا میتونست تو بیرون بزنه، امیرآبادی اشتباه کرد، سر خورد. واسه عالی از علی اصغر به دهانه دروازه و نوروزی دروازه خالی رو باز میکنه. این اشتباهی است که امیرآبادی انجام داد، دیگه با دستش هم نتونست توپو بگیره. علی اصغر پاس خوبی رو داد و حساب کار 1-1 مساوی میشه. خیلی وقت بود گل نزده بود هادی نوروزی. گل